بسم الله الرحمن الرحیم. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. روایت است که کسی از انس پرسید آیا پیامبر خدا درود بر او با کفش نماز می‌خواندند؟ گفت بله. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. روایت است که جریر ابن عبدالله بول کرد و بعد از آن وضو نمود و بر موزه هایش مسح کردن نماز خواند و چون از وی پرسیدند گفت پیامبر خدا را دیدم که چنین کردند و این حدیث مورد توجه صحابه قرار گرفت، زیرا جریر از آخرین کسانی بود که مسلمان شده بود. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از ابو هریره روایت است که گفت پیامبر خدا درود بر او فرمودند نباید کسی از شما در یک جامه که بر شانه هایش از آن چیزی نباشد نماز بخواند. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. و از ابو هریره روایت است که گفت پیامبر خدا درود بر او فرمودند کسی که در یک جامه نماز میخواند دو طرف آن را به دو جانب مخالف بیندازد. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از جابر روایت است که گفت در سفر از سفرهای پیامبر خدا درود بر او با ایشان همراه بودم. شب جهت اجرای کار نزدشان آمدم، دیدم که نماز میخوانند و من تنها یک جامه داشتم و خود را به آن پیچانده و در پهلویشان به نماز استادم. چون از نماز فارغ شدند پرسیدند ای جابر سبب بیرون شدن تو در این وقت شب چی بود؟ ایشان را از حاجت خود با خبر ساختم. چون سخنم تمام شد فرمودند این چه نوع جامه پیچیدنی است که میبینم؟ گفتم همین یک جامه بود. فرمودند اگر جامه کلان و فراخ بود آن را به خود پیچان و اگر تنگ و خرد بود به کمرت ببند. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از سهل روایت است که گفت مردم با پیامبر خدا درود بر او نماز می‌خواندند و مانند اطفال لنگی های خود را به گردنشان می‌بستند و برای زنها چنین گفته می‌شد که تا وقتی که مردها کاملا نمی-نشینند سرهای خود را بالا نکنید. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از مغیره ابن شعبه روایت است که گفت در یکی از سفرها با پیامبر خدا درود بر او همراه بودم. فرمودند ای مغیره این ظرف را با خود بگیر. آن ظرف را با خود گرفتم و پیامبر خدا درود بر او جهت قضای حاجت خارج گردیده و تا جای رفتن که از من پنهان شدند. در این وقت قبای شامی را پوشیده بودند. میخواستند دست خود را از آستین آن بیرون کنند. تنگی کرد. از این جهت دست خود را از قسمت پایان آن بیرون نمودند. من به دستهایشان آب ریختم و ایشان برای نماز خواندن وضو ساختند و بر موزه های خود مسح نموده سپس نماز خواندند. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از جابر ابن عبدالله روایت است که می گفت پیامبر خدا درود بر او در حالی که لنگی پوشیده بودند با قریش سنگها را جهت بینای کعبه حمل می کردند. عمکشان عباس به ایشان گفت
برادرزادم اگر لنگی را از کمر خود باز کرده و روی شانه هایت زیر سنگ ها قرار می دادی بهتر بود. جابر می گوید پیامبر خدا درود بر او لنگی را باز کرده روی شانه های خود گذاشتند و همان بود که از شدت حیا و شرم بیهوش افتادند و بعد از این روز هرگز پیامبر خدا برهنه دیده نشدند. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از ابو سعید خدری روایت است که گفت پیامبر خدا درود بر او از پیچیدن جامه به بدن و از نشستن به طوری که عورت ظاهر گردد نهی فرمودند.